پریشانی کنید ها. من تو میگم کسکشم کنه دیگه نفس آخرتونه کسکشم مادرتونه میگم. دوستان این عکسی که اینجا میبینید این شخصی که اینجا هست اسمش وحید مجید رئیس پلیس فتا در تهران و این کسی است که مسئولیت قطع اینترنت در ایران رو بر عهده داره. امیدوارم که بتونید این رو یه جوری پیداش کنید و از خجالتش در بیایید. پاینده باشید. پاینده ایران. جاوید شاه.